حسین جان راجع به میگرین پرسان کرد. حسین عزیز، میگرین یک نوع سردردی شاید بسته دنیا هست که میتونه به شکل مزمن دامدار ماهی چند بار حتی ایجاد شود و زندگی و روزمره شخص مختل بسازه. حسین عزیز کدام دلیل و سبب عمده برش نداریم که قطعی باشه، ولی فاکتورهای ژنتیک، عوامل ارثیت دخیل میتونه در پیدا شدنش. چگونه شروع میشه، علائمش چی است؟ پیش از خود سردردی شروع شه یک تا اعراض علائم دیگه میتونه پیدا شه، مثل حساسیت به نور، حساسیت به سر صدا، نفر خلقش تغییر میکنه، کم حوصلگی می داشته باشه، این چیزا ازش پیدا میشه. بعدم سردردی از شخص پیدا میشه، سردردی به شکل موجی شدتی می باشه، بعد وقتا بسیار شدید میشه که حتی استفراغات و دلبدی و ضعف نزد شخص پیدا میشه که ضعف میکنه نفر. کدام چیا باعث تشدید از این میشه؟ یک تا تریجر فاکتورها سنجان میره تشدید میکنه که باید ما از یا پرهیز کنیم. بعضی کسا با بعضی بو یا عطرها مشکل می داشته باشه که تشدید میکنه، یا باید پرهیز کنه. بعضی مواد غذایی است، بعضی میگه با خوردن شیرینی، کاکائو یا بعضی دواهاست پیدا میشه نزد یا تشدید میشه، شدید میشه. در دخانیات، مواد مخدر یا تشدید میکنه، مثلا قایلونیا استفاده میکنه. و همچنان بعضی کسا با خوردن قهوه بهتر میشه، ولی تعداد کسا شکایت میکنن قهوه درد زیر یا شدت میباشه زیاد میکنه. و خود کمخوابی و استرس استراب بسیار رول داره در اینکه باید پرهیز شه از این چیزا. خصوصا این خود کسایی که در امتحانات پانتون هستن یا دوره کنکور است، استرس استراب زیاد میباشه، این دندان سردردی زیاد میشه که سردردی یک طرف عکس میشه. تداویش حسین جان، اولا خود در مرحله صدایی باید وقایع کنیم. این میگه عطر است، کمخوابی است، کم حوصلگی است، استرس است، استراب است. این میشه باید ما کنترل کنیم، یا کدام بوی خاص است، کدام مواد غذایی خودمون بفهمیم که چی تشدید میکنه، از یا پرهیز کنیم. در پس دوایش تداوی داره، در صورتی که بسیار شدید است، زیاد آزار میته، ماهی چندین بار تکرار میشه، باز با یک متخصص روانی صحبت میکنه. یک دواها هست که باید مشوره میته، دوا استفاده میکنه، ان شاء الله که کنترل میشه. اگر سوال دیگه باشه من خدمت. بخیر، سلامت باشید.